من آموزگار شدن میخواهم. من دکتر شدن میخواهم. من فریبکار شدن میخواهم. من راهبر شدن میخواهم. باباش زودتر بیایید، خوراک تیار شد. حاضر انا قریب تمام کردم. من میخوام انسان شوم. این چی معنی دارد؟ انسان بودن معنای دلسوز بودن، همدرد دیگران بودن، با آدمان کمک کردن است. انسان بودن معنای احترام کردن خود و اطرافیان، ناوابسته از جنس، نژاد و دین و مذهب است. انسان بودن به معنای احترام شخص دیگر، پیش از همه همچون شخصیت، اینچنین احترام حقوق خود معین کنی او می باشد. انسان بودن به معنای از روی وجدان و عدالت زندگی کردن است. از این لحاظ مهم انسان بودن است. من می خواهم انسان باشم.